نمایند. و ما در این مکتب از یکی از استادان معاون رئیس حزب نهضت اسلامی تاجیکستان استاد سلیمان حسینی دعوت می‌نماییم تا برنامه را با سخن‌های تبریکاتی خود افتتاح نمایند و ما برنامه خود را در بعد از آن ادامه خواهیم داد و خواهش میکنم رگلامنت یعنی از 3 تا 5 دقیقه از طرف تبریک کنندگان رعایت کرده شود. بسم الله الرحمن الرحیم. با حمد خدا و صلوات رسول گرامی قدر اسلام و با سلام و پیام آتشین حضور شما برادران و خواهران و اساتید و علمای گرامی قدر، قبل از همه بعد از خوش آمدید، بعد از خیر مقدم گفتن یکایک شما مهمانان گرامی قدر و برادران و خواهران خیلی مخلص، باید بگویم که امروزها مردم مسلمان این کشور تأسیس یک حزب و حرکت اسلامی را امروز 40 سالگیش را جشن میگیرد که واقعا جای شکر و سپاس خداوندی است و ارزش آن را دارد که تمام مسلمانان کشور را و همچنین مسلمانان جهان را و این مناسبت 40مین سالگرد تأسیس این حرکت اسلامی، این حرکتی که واقعا اعلای کلمت الله از عالی‌ترین هدف اوست، حضوری همگان تبریک و تهنیت عرض بدارم و باید بگویم که آنانی که 40 سال مقدم کمر بستند و این حرکت خدایی را تأسیس و اساس گذاشتند، آنها واقعا سزاوار آنند که ما شب و روز آنها را وصف میکنیم، برایشان چنین محفل ها و جشن ها بیاراییم و از زحمت های ایشان و از اون فداکاری هایی که در این راه کردن یادآور شویم. اونها با خدای خویش آنقدر ایمان و باوری داشتند در اون روزهایی که همه میدانند ظلمات حکومت شوروی ثابت بود و صدای آزادی و دینداری بلند کردن خیلی جرم وزنی به حساب میرفت. ایده از برادران و از جوانان در عین سین جوانی و کمال برخواستند، میان بستند، این حرکت را پایه‌گذاری کردند. ولی امیدوار از آن بودند که خداوند آفرینده این جهان اونها را به اون اهداف و آرزوهای خود خواهد رسانید. در اهداف خویش آنها تا آنجا پیش رفتند که مطمئن بودند و 100% باوری داشتند که خداوند روز را میرساند که با برکت زحمت و فداکاری ایشان این حکومت شوروی بدین سقوط خواهد کرد و مردم مظلومی که آنها آزادی دینی و آزادی سیاسی، آزادی ملی میخواستند به اهداف خویش خواهند رسید و خداوندم این بندگانش را آرزویشان را به حقیقت رسانید و آن روز را آورد که اون حکومت با همه اون شکست ناپذیری که در ذهن مردم جا کرده بود بشکست و فرو ریخت و میبینیم که توده های مردم در سراسر یک کشور پهناور در 15-16 جمهوری برادری اونها استقلال خود را پیدا کردند. از آن جمله کشور عزیزی ما و شما تاجیکستان عزیز استقلال خود را پیدا کرد و این هم برکت اون زحمت امون برادرانی است که 40 سال مقدم این حرکت را پایه‌گذاری کرده بودند. امیدوار هستیم که خداوند آنانی را که در این راه ثبات و استواری را شعار خود کردگی هستند این آرزو را هم و این امید را هم دارند که به بالاترین اون آرزو و هدف خویش که اعلای کلمت الله است خواهند رسید و این بشارت را هم برای روندگان راه خدا و برای یکایک شما انشاءالله خواهند داد که هر کی در راه خدا کمر میبندد و به پا میخیزد حتما پیروز و سربلند خواهد گشت. از این بیشتر وقت شما را نمیگیرم، همه شما را به خداوند متعال میسپارم. بار دیگر 40 سالگی این حرکت خدایی به یکایک شما مبارک باد.
السلام علیکم.